سلام، خوش اومدید به پارت 2 مایکرافت سوروایول با حسین کرفت. خب ما توی قسمت قبل چیکار کردیم؟ یک خونه ساختیم و گفتیم که بذارید توضیح کلی بدم. یه لحظه این لیست ما. توی این لیست من ما 4 کار رو گفتیم میخوایم انجام بدیم. کار اول ساختن یک خونه بود که ساختیمش، فقط شیشه نداره. کار دوم این بود که باید چیکار میکردیم؟ البته توی قبل نمیدونم چرا جدول نیفتاده بود. خب توی کار دوم باید میرفتیم به غار و اورهای خودمون رو پیدا میکردیم. کار سوم این بود که باید آرمور برای خودمون درست کردیم و قدرتمند شدیم. و کار آخر این بود که بریم به ندر و یک خونه کوچیک بسازیم. و الان مجبوریم بریم به غار. غذا هم نداریم. آموزش دزدی از ویلیجرها، اینا رو میکنیم. دونه نداد. چرا دونه داد؟ هویج دیگه این دوتا میکنم براشون دونه میکارم. بچه من خیلی بخشندم. من وقتی چیزی میکنم دوباره میکارمشون. آخه در این حد بخشندگی شما دیده بودید؟ از من بخشنده دیدید؟ این ویلیجرها خیلی بدبختن. یعنی میبینم تو حمله کردی به مزرعهشون، سریع میان میکنم میرم. کی زد؟ این اسکلتون نامرده بی همه چیز. نزن. حف کن زرگن دهن سرف کرده. امکانش بمیره. بسم الله الرحمن الرحیم. این احمق بذار به اون 2 تیر بزنه. من که میرم. بودو به کار. فرار کرد. خب یه قدم اول ما یکم غذا بسازیم، درست کنیم. یعنی حویج نمیشه. خب چیست من اصلا ندارم. بدون چیست چجوری دارم زندگی کنم من. چیست کنین اشتباهی ساختم. خیلی قدیمیه. این چسته من نامرد پولم داره. خب اینا بنداز توش. قاشقاله اینقدر من دارم دیگه. همین رو فقط بذاریم. یه چیز که توی این نسخه خیلی بده، این گوسفنداش فقط پشم دارن. مگه نه؟ و اینکه مشکل دیگه هم که داره، ویلیجرش نمیشه ترید کرد. بچه ما از یک گوسفند بکشم اینجا پر ماست هست. اینجا به دست وقتی میخوام شیشه بسازیم خیلی به درد خوره. یه چیزی که در مورد این نسخه نمیدونستید، توی این نسخه فقط تخت قرمز داریم. فقط من بشینم سخت اینجام تکمیل کنم. من که شاید سوال بشه که شما چرا نمیرید
سراغ قار، چون الان هوا بارونیه و حدوداً تاریک داره میشه. برای همین خب من ویدیو رو استاپ بکنم، این سخت با کامل کنم، بعدم رفتم به غارات دور میارم. من که از سوال داشته که نمیریم بارو برمیم. الان شروع میخوام بکنم برم، هیچ زرهی هم ندارم. بعد برم توی غار چیز به دست بیارم، چی اسمش؟ بعد برم توی غار اور به دست بیارم، و برگردم. همین کلیتش همین. ویلیجرها چقدر مهربون شدن، حتی من دوست شدم. ویدیو رو استوب کنم، اینا من ببرم و برم تو غار. یک اشتباه دیدم که من کردم، لاغت زره چرمی نساختم. من اینکه همه وسایلم رو دارم میبرم. وای مشعل یادم رفت. اسم اصلیش هم تورچه. هر جا رفتی زغال سنگ بکنی، زغال سنگ کمیاب شده، در به در دنبالش دارم کشیشته و کورم چقدر. این همین اول آمد کسافت دی اسپانره. یه فکری دارم. اوه شب شو برقرف. خب پیدا شده. من برم سراغ اسپانر. یه معدن زغال کوچیکم پیدا کردم، 15 تا که نه 20 تا بودن بود که تورچم باش درست کردم. من چند چستش لوت کردم، خیلی آهن داشت، 10 تا بودن آهن داشت. من رسیدم میفتم به جونه هم. این چستش هم خوبه، به درد بخوره. هرچی که بوده با قارت کنیم این کسی نیست فکر کنم. کسی نیستی که فکر کنم. بکنین اون ور بسم و پر اسکلتونه. من باید یه غار دیگه انتخاب کردم، نمیدونم چرا این انتخاب کردم، چقدر مریضم من. اسپانر نه، اما سود خوبی هم کردیم. اما هنوز که نمیشه. آره پرملات باید بجوریم یه 10 بارم ببینیم. قارای مایکرافت اینجوری برکت پیدا کنن که بمیری، فقط بمیر. تو من از این بلاکای سب اینا فکر کنم ازش موسستون بود، موسستون نمیدونم. اینا همش رو کندم هرچی بود و دیگه وای میسم تا صبح شه و برگردم. آخه خیلی هم بارون اومده. نه انگاری امنه. بریم خونه. ببینیم چی میشه. یا بدی یا که مایکرافت داره خیلی بده. اینکه اصلا آیرن گولم نداره. خیلی بده این موضوع. یعنی شباش پر زامبی. اینجا بچه نمیست اینجا چیه؟ اینجا اسمش کلیساست. یه صدایی من نمیدونم صداش اومد تو ویس، معلوم صدا چی بود. من الان خوابیدم رو تخت و الان میخوام ماسه بکنم.
دو تا استک زدم کرد. من 2 تا بلاک هم ساختم. داشتم پس من برم خودم قار رو بیام. من توی قار نشو برداشتم. من دایمند این طرف هست. توی نسخه خیلی دایمند زیاده. آبا یکم ببند راشو. گفتم توی این نسخه دایمند خیلی زیاده. یعنی هر جا رامری یه دونه دایمند. خب امیدوارم که دایمند رو پیدا کنم. کنم راهنی هم نداره. خدا شکرت دایمند. و خیلی خوشگله. چقدر من کنم آهنی ندارم. کنم آهن بکنم و طلام دوستم به دستانم دوستم. اینجا میرم کندم. خب گذاشتم آهنا بپزه و خیلی خوشحالم. بالاخره دایمه همین اول کار باورتون میشه. وقتی میپزه خیلی باحاله. نگاه کنی انگاری مواد لاوای همون مواد مذوبه. نگاه کن. آخ سوختم. کلنگ آهنیمون هم ساختیم. سلام دایمند خوشگله. وایسا قبلش اینم میکنیم که بازم هست. هم مطمئن بشیم که زیرش مذاب نباید اصلا زیرش مذاب زیرش چطور نه انگاری امنه. 4 تا دایمند نقلی. اینا میکنه رسونه به درد میخوره. دیدم به خودم رسون توی چیزایی که میخوایم بسازیم خیلی کاربرد داره. برای همین حتما باید بکن. رسون زیاده. بریم ایندام ببینیم. پاش امکان نداره. دایمند و طلا 2 تا. خیلی خوبه. 3 تا. من اینا 4 تاست. وای خدا فکر کنم امروز با ماست. یعنی چیز با ماست. چی اسمش سرنم برش. خیلی خوش شانسم. حتی شاید باورتون نشه کنید چیت زدم. اما توی این بازی چیت نداریم. و بله بازم دایمند. بچه گفتم بهتون توی این نسخه خیلی دایمند داره. چند تا دایمند؟ 10 تا دایمند. خدای شکرت. باورتون میشه دایمندش هم خوشگله. یعنی بچه من زوغ زده شدم. دارم میمیرم. اینا هم از قبل گذاشتم. نه بابا داری دروغ میگی. من دیده بودم اینا رو. منم تورچ بذارم. دیدم این لپیزا رو اما نکردم. خواستم به شما نشون بدم. نکنین این دوتا این تحت تورچ گذاشتم. لپیس خیلی کاربرد داره. با کلنگ سنگی هم بکنیش میده بهت. شاید باورتون نشه اما اونجا نگاه کن. اونجا یه دایمند هست. نه انگار 2 تا دایمنده. بچه رسیدم یکیشو کندم چقدر زیاد شد.
گفتم اینجا خیلی دایمند داره. ببین از خوشگله وای چقدر زیاده. نگاه میخواست دایمند منو بسوزونه. نگاه کسافت. نگاه کسافت. دیگه فکر کنم میفتن تو موضوع. چقدر دایمند کندم اون موقع که 5 تا دایمند اینجا بود. خب بچه من ویدیو رو استوب کنم برم خونه دیگه. الان تا رسیدیم خونه بچه ها، رسیدیم خونه و یک دایمند ها به من نماز زدم اینجا. و یک چیزی به نظرتون کسی هست که با دایمند بیل بسازه؟ آخه بیل نگاه کنید چقدر چیز پیدا کردم. شیشه هم تقریبا پخته. و کار اول دوم انجام دادم و پارت 2 هم تموم شد. خب بچه ها چیز دیگه این که من 2 الی 3 روز دیگه پارت 3 هم میذارم. چه صدا نمیداد اما میذارم. نگران نباشید و منتظر پارت 3 هم بمونید. خدا نگهدار.